میخوام بپردازم به یکی از اساسی ترین و مهمترین بنیانهای سلامت عمومی، چیزی که بسیار برای خانواده ها میتونه حائز اهمیت باشه. اون هم رشد طولی کودکانمون هست. مواردی که بسیار میتونه برای خانواده های محترم اهمیت داشته باشه که چه کار بکنیم تا کودکمون حداکثر رشد قدی رو داشته باشه. در واقع باید از 2 تا دیدگاه ما این موضوع رو بررسی بکنیم. دیدگاه اول اشتباهاتی که خانواده ها در خصوص رشد کودکان دارن که فکر میکنن دارن کار مثبتی انجام میدن که در واقع اینطور نیست. مورد دوم راهکارهایی که خبر ندارن و قابلیت استفاده داره تا کودکشون به حداکثر الگوهای وراثتیش برسه. در خصوص الگوهای وراثتی خب باید بهتون بگم که والدینی که بلندتر هستن قاعدتا میتونن انتظار داشته باشن که کودک بلندتری هم داشته باشن، اما اینطوری نیست که خانواده ها و عزیزان که کوتاه قد هستن لزوما در حال حاضر فرزند کوتاه قدی رو داشته باشن. اونها هم میتونن، خب این چرخه ژنتیکی غالب هست، اما میتونن انتظار داشته باشن با استفاده از یه سری از الگوهای خاص به حداکثر اون رشد کودک برسن و اون جوابی که میخوان به محیط بدن رو بگیرن. در خصوص اشتباه والدین باید بهتون بگم که فکر میکنن، البته سن داره، فکر میکنن ورزش دیگه تمومه، یعنی اینا برن یک ورزش رو انجام بدن اون کودکشون دیگه به اون رشد طولیه خواهد رسید. بعد بهتون بگم اولا که از یک سنی پایینتر ورزش بسیار بسیار مانع بزرگی هست برای رشد کودکان، باعث میشه تا بافت‌های عضلانی در هم فرو بره و عملا اون رشد صحیح صورت نگیره. خیلی از والدین میبینن به اشتباه فرزندشون رو در کلاس ژیمناستیک میذارن که واقعا یکی از موارد قابل بررسی هست که باعث میشه رشد کودکان به اون شرایط بهینه نرسه. پس باید بهتون بگم والدین در جریان باشن کودک پسر زیر 8 سال و دختر زیر 7 سال به هیچ عنوان نباید ورزش تخصصی یا ورزش کاربردی یا ورزش هدفمند رو انجام بده. اشتباه بعدی که خانواده ها معمولا مرتکب میشن در خصوص رشد کودکان موارد غذایی هست. فکر میکنن اگر شیر زیاد بدن به فرزندشون یا چربی رو کنترل بکنن عملا تاثیر مثبتی داره بر رشدشون، یا اینکه یک سری از موارد مکملی رو منع میکنن و فکر میکنن که نباید به فرزندشون یه سری از مکمل‌ها و داروها رو بدن. اینا اشتباهات رایجی هست که بعداً به اختصار براتون باز خواهم کرد، اما برمیگردیم به موارد مثبت، یعنی دیدگاه‌ها و روش‌هایی که میتونه کمک بکنه تا فرزندتون به نهایت رشدش برسه. در ابتدا موردی که باید بررسی بکنیم برای رشد مثبت کودکان باز هم ورزش هست. برای پسرانمون بالای 8 سال و برای دخترها بالای 7 سال روش‌ها و ورزش‌های علمی خیلی میتونه کمک بکنه. ما خب میدونیم یک سری از ورزش‌ها به خودی خود به رشد کودکانمون کمک میکنه به خاطر جهش‌ها، پرش‌ها و کشش‌هایی که درش هست. حالا ژیمناستیک که باید بهتون بگم خب کمک نمیکنه، باله کمک نمیکنه، بسکتبال، والیبال، تکواندو بسیار مثبت است. اما از تمام اینها مثبت‌تر، مخصوصا برای عزیزانی که الگوی وراثت کمتری دارن، استفاده از تمرین‌هایی بر اساس چارت رشد هست. یعنی میاد یک کارشناس و متخصص حرفه‌ای از نظر الگوی بیومکانیک ورزشی شرایطی رو برای اون کودک ایجاد میکنه، دختر و پسر نداره، تا به اون حد اکثر الگوی وراثتیش برسه. مورد بعدی خیلی جای بحث داره. خب من به یک سری از جوان‌ها میگم شما آب که میخوری دیگه باید کار یک سری از موارد ویتامین تو بکنه، نیازی به ویتامین اوور نیست. اما برای کودکانی که زیر 10 سال هستن و در بازه رشد هستن این خیلی مهمه که ما از مکمل‌ها و داروهای مربوط استفاده بکنیم. مثلا آرژنین یک مکملی هستش که خب خیلی درماش بحثه، اما میتونه کمک بکنه به ترشح هورمون رشد. یا گروه ویتامین های B قطعاً در رشد طول کودکان موثرن. کلسیم هم همینطور. اما کلسیم برای کودکانتون از شیر نباید تامین بکنید، عملا باید از مکمل‌های کلسیومی استفاده بکنید. نکته دیگه که باید حتما براتون باز بکنم الگوهای متابولیسمی کودکان هست. من این رو قطعا براتون به صورت جزء به جزء در ویدیوهای بعدی باز خواهم کرد. اما وقتی متابولیسم کودک، یعنی از نظر داخلی مصرف و ارگان‌ها به صورت مناسبی عمل بکنن، تیروئید به صورت مناسبی عمل بکنه، رشد کودک قطعا تسهیل خواهد شد. یکی از مواردی که به متابولیسم در ابتدا در گام اول کمک میکنه وعده شام هست برای کودکان، در کنارش خواب اون کودک هست. ما پیشنهاد میکنیم که شام‌های سبک، شام‌های مایع و شام‌های سرشار از پروتئین‌ها و کربوهیدرات‌های مناسب خیلی برای کودکان مهمه که باید زیر نظر متخصص این عمل صورت بگیره. ممنون که با من همراه باشید. این مقوله رو برای شما به نحو احسن باز خواهم